برادر عزت الله دادوبایف خوش آمدید. صدای مرا میشنوید؟ میشنوم. آواز من میاد شاکر کن. صدایتان از بفرمایید. شما چخیل هستی؟ سلامتون خوب. الحمدلله زنده باشید. موضوعتون چی؟ موضوع گوش کردم. شما موضوع اویدی. کدام اصولهای مبارزه سیاسی را عین حال بر علیه رژیم تاجیکستان سری وقتی میدونید همین شب روزها و چی به نظر شما چی اصولهای مبارزه را باید استفاده برد، مبارزه های سیاسی را؟ ما هم یوریست هستم هم حربی هستم، همش میگم یکم میگم مخالفا باید یک جا شد، یک جا بس کرد همه یعنی کارای رو یک جا شد. هر کسی هست نیست خطا که چیزی شد همون گرفت و یا باید دکومنتاسیا کنم چخیل که الهام گفت همین برنامه ده فهمیدین و یا باید ایکو دکومنتاسیا کنم ما گفتگی هستیم میلیارد تماشا کردگی جامعه جهانی ده ایکو عریضه ها ارگانیزاسیون правозащитные организации ده عریضه وارد کردگی هستیم فهمیدین همه ارگانیزاسیون با همه تعدیل نسته 10 کس 5 کس 10 کس وقتی که همین همشه حجت گذاری کرد یک قسم آدم باید یوریسپرودنس تصدیق کنه یوریدیسکی سیستمش که حجت گذاری کرد هم گاگادا بتیاد که این مردک ده سانکسیا گرفتن نکن قانونیش که گنوسید رفتگی اونجا قتل عام رفتگی همه جنایت هست یگان چی следователь ده یگان کارم در کار نیست. اون следователь که من گفتم میگم که من следователь کاری کجای کواد هم که نشون میتونم خودش گفتم میکود و سراز فکری ایدورش میزنه یگان پرابلم نیست. اناکن دویم اشرت مردم تیار کردن در کار که آماده کردن در کار که مردم خیس یک چیگم قوه حربی مردمی فهمیده نه از جانب مردم که همش میداند میفهمد تجربه داشتگی هست درونی همین بچه های مخالفی هم گرفتن میشه همه انسان های وی برکره انا همون های تیار کرد همون انسان ها کمند وقت کرد همون آدم که وقتی که اون طرف هجوم شد باید اطفیتنی ادار باشد همه وقت و امام علی رحمان وقتی که اگر مردم خیست من همه خیلی میفهمم مردم خیست همه خیست کوی نمین من شما نمیگم اینم تو اینم پیشی اسماعیل سامانی نه تا هم قصبه نه همین یک قسمش اگر ودن اساس آمد یک قسمش هم وحدت ایکو 9 کیلومتر آمد یک قسمش از طرف سخاوت ایکو هم پیش سیرک آمد از طرف حصار ایکو این همین پیشی زوپارک ده این همین کمساموس که اوزر آمد کو تمام امام علی رحمان بر نیست من همه خیلی میفهمم من شما ده اینا و اوج تیار میکنن که برا بس تو اومدیستن فهمیدین هم گیردش ده بدگی میگن راستی گفتم میگم گریز میگم اون میگریزه من شما ده این گارانتی 100% حرکت برای اون که دیگه دولتایی که هست و یا بیان در کار نه که تاجیکستان و جنگ تشکیل شود نفهمین شما یا خیزی شود مردم اوج خیز برای انا همین حساب بگرفته مردم تیار شود نو از جانب مردم قوه احتیاطی حربی تشکیل کرده شود حتما این چیز به وای قوه مردم باید نخیزه میفهمین شما به وای اینم از طرف حساب آمد یک قسم پشت انا همونا باشد قوتی همونا با از طرف نمیدونم سینی ورزاب آمد درنی همو آمد اینم درنی همو خطی بیاید از طرف وحدت بیاید انا خیلی بیاید همین نزدیک شد کو امام علی نمیشود من شما رو میگم که امام علی میگه ضرور اورژن میگم که اوج سیستم های безопасности دنیا میگه که یا بگیرید برا کاروچی اوج میبرورم اون من شما رو میگم میبرورم سراز میبرورم برای همین این چیز نه که این حجت گذاری باید مخالفا این اینجا در گشت است مخالفا یک جا شد یک دیگر نمیدونم هر چی نگفت آدمی بس هوا انتخاب کرد هر انسانی هست رهبر هست چی کبیری چی نمیدونم دودجان اتولا چی دیگه انسان کلان ترکو که میفهمد تجربه دارد و آدمای من گفتنی هم که همینجا دیدم تحقیر یگان چی نگوین ده بحث میکنم بیناشون کسی که
یکدیگر که موافق نآمد دموکرات نرمال نه این چیز نو از این یک تا چیز گرفته همین هنگامه ساخته بو گشته پیش از یا من یک تا چیز میگم همه که مردم گوش کرده است همه وقت همون تاجیکستان با پیش از استقلالیت چهاربینی های اپراتیوی جستجویی میگذرانند من اپراتیوی کم کار کرده است چهاربینی اپراتیوی جستجویی گذرانند همه خیلی انسان های آدم های خداشون میدارن که شتاب انم خیلی چیزا سازد شتاب فکری مخالف و همه دیگه سوبرد فهمیدین و وریم پرازنیک اند مخالف و گب نزنن میفهمین شو مخالف و برنامهش کم کنند پیش از انم نهم استقلالیت اگر استقلالیت باشد او استقلالیت من نیست لیچنه استقلالیت امام علی رحمان خانواده‌اش که این استقلالیت گرفتگی دیسویت نه غلامی آزاد شد خودش حتی اما اویلش کلانش گروپیروفکش غلامی آزاد شد زندگی شاهانه بود من آزاد شدگی نیستم او برای خودش جنگ کردگی برای همون باید جنگ به تیار شد مردم من پوست گوش کنند تمام جامعه جهانی هم باید مردم جنگ به تیار شد از هر یک منطقه هاتون شهراتون من گفتگی زپیسونده آدمایی که تجربه جنگی تجربه حربی دارن و یا اوجه مونده شدگی هستن از همین دولت همش اکثریتش مونده شدگی من کار کردگی هستم اکثریت آدمایی که کار میکنه در مقاماتو مونده شدگی او هم بیزار شدگی همین میدونن که او کی در کار کرده استن ایده هم کار نکرده استن خوجه های ایده کار کرده استن او میفهمین شما اگر من کار کرده باشم 11 سال نمیدونم 11 سال کار کنم دو این تمام این امنیت دان سپورش وزارت کارهای داخلی بیان سپورش این پروکراتور بیان سپورش نمیدونم همه با یک تا زواد تیلو یا بروان یک بار پرویر کنن سنج هم نزدیکیش تا بروان هم لبی درش تا بروان میمونن نه نمیدونم همون گیس هایکو بودرون درونوش یا بار تماشا کنن خودشون نمیمونن برادر عزت الله تا 5 دقیقه شما همون صحبت کنید گپاتون گفتن گرید بعد من وارد میشم من فهمیدم شما یا وقتی که انا جاش بیادگر اساس رسورس خدمت میکنن فهمیدین سویبای رسورس شما مردم باید تیار شوید آدمایی که بچه‌هاتون لیدرسکی کچسوا دارن نمیفتگی بچه‌های لیدرسکی کچسوا دارن پول میتن کو مشروط کردن نویسین امام علی رحمان استعفا نمیدونم پارتیزان نویسین حرکت مردمی نویسین عامت نویسین پارتوین پول بتن مشروط کردن عمل کنین لوبوی کاغذ بگیرین پارتوین فوفا کدام گیرین در نشت کاغذ پارتوین استعفا کتا سارته میره و او را اتفاق پالست نمیوا هیچ چیز نمیوا اینم 9 سپتامبر دا اینم خیلی بکنین شارک بگیرین در نشت نویسین سارته میره و یک جا میزنن نکفا خودش کار کنین آزادی انمی چیزا طلب میکنند خیلی نیست که خب کرد من فکری من انا همین که مردم باید آزادی خودی مردم صاحب میشه دیگه کس نه مبارزه بودن نکن وای مردک رفتنی نیست جنگ کتی میره لیچ نمان جنگ کردنی هستم قطعی همونو اینم چیش مونده نگاه کنه اگر همش من نمیترسم یگان وقت ترسیدگی هم نیست اینم ایزولیت کردم موندگی مرا 7 سال شد نه که من نمیترسم برای اینکه اون میدوند خوجهاش ایزولیت میکنه لیدر رویا فهمیدین لیدر نتین مردم دا میگن که لیدر نشان نتی لیدر شناس محلت دا شهر دا کشلاق دا راو مصلحت کن راو عملیات هم حرکتی مردمی حربی پارتیزانسکی دیویژنی اگر چشم گویم گر انقلاب آزادی خواه تاجیکیش کتی میشه باید کرد آزاد شد از غلامی من غلام نیستیم لیشنم غلام شدن هم نمیخوام برای انمون مردم باید انمی کار کنند خیلی نیست که فقط ده گب میزند مردم میگوید لیکن شمونم باید کنیم مردم باید هر یک اویله فرزند داری یک چه ته به همین راه وابسته کن یک تا فرزند تا ارمی امام علی رحمان میتی میمورد میوید نمیدونم کسال میشد هر چیزی میشد این همین راه بته برای زندگی ارزنده آوردن بته
برای آینده خوب زندگی کردن ته، برای آزادی ته دیگه هیچی. هر یک کوچه نمیدونم ته. خودتون آدمای کلان هستیم، با مدنیت هستیم، میفهمیدگی آدما هستیم. تاجیکستان همه وقت انا همین رو که استوری ما گیریم تنها راهی انا میخوای آزادی خواهی پارتیزانی که ما همه مبارزه شده آمده، یعنی امام علی هم خیلی اومدگی دیگه خیلی راه نیست، دیگه راه همش نمیشه. برای اینکه دولتی مایده هستیم، کنترلی سخت هستیم. فهمیدین؟ برای انا همون وقتی که مردم خودش تیار میشه انا این چیز با میشه. برای همین اگر اکای شوکت کجا باشن برو آمدم اکای شوکت من گپ ما گفتم من شخصا ایکو من میگم که من این منطقی او رفتنی نیست نمیرود. کسی که میگوید که میر نه و جنگ کردن میخواهد من قطعا جنگ کردن اما اگر میخواهد جنگ من به کالا گرفتگی یکم روز گرفتگی من جنگ کردن قطعا من کو بینم کنه کو همون چه جنگ میکنه اگنت این اگنت دیگه دولت فهمیدی کو چه جنگ میکنه وسیال کنیسر کلیچکش اپراتیونی دیلش فهمیدی او کی نیست او просто یک اگنت که ساختن آوردن موندن گیرگیردش اودا просто و اوشه تمام درش موندگیش نه راهبر به پردوی دین شدنش دکو کتابای مقدس با همه میدونتون شما اما خوبتر میدونتون راهبر باید پردوی دین داشتگی باشد او باید پردوی دین ندارد دیگه اوجه همین سمتیاک برفتوس این طرف مردم میبرن تروریست میگن قتل میکنن این طرف میرن مهاجر میکشن تجاوز میکنن این طرف یک قسم دیگرش اینجا گریزه سرگردون اینم خیلی زنکاش میبرن دیگه جدا اینم خیلی رفته است او دیگه درش موندگی نه پردوی دین نیست شاه و پردوی دین باید باشد باید وای معین کنه انا من اخاطراتون نبرد من اعتراف میکنم کسی که پردوی دینش باشد همه دولت دنیا با این چیز انا خیلی اداره میشد دولت اکی شوکت سلامت باشید من گپ